کیست؟ احوالم باز هم بدتر شد. تو پسر یگانه من هستی. کردی پسرم؟ ایزی خطرهای خونتون رو دیدم. دارید پدر، کم دیگر موند. بیاید پدر جان. تشکیلات ما رو از طفلم جدا میکنم. من چیکار کنم؟ با دکتر اینجا بودنت رو میگویم. تشکر. جناب امروز آمادگی میبینیم برای همین هم مهمان میآید. اگر میدونست که روزی توی چی حادثه روی میدید. وگرنه او میمیرد. تو چی ها گفتش صدای باری؟ در حال ما را با اونجا برده رسون. لطفت کنید پدر جان، دکتر را آوردم. آمدی دکتر، آمدی.
چی باشه؟ من شما رو نکشتم. این تو مرا کشتی. این چه نمود؟ در افتادن. چی شد آلدو؟ اما کیزیکو بخیر است. حامد را با اسکرانش از برآمد دیها گرفته می رویم. می شود. هادوکل
یک کاری که بعد انجام آن تمام نجات هم بله بله با توی حمله میکنید را از سرزمین میکند همه این به دست ما میماند در داخل سردید مرا سردید گفتم هیچ گم نه سازم اما که زیبا شما اینجا آینش رفتیم آتو جانانیم به انجام رسانیدن نتوانستی من به انجام میرسانم آدم دولت اینطور معامله نکن نمی‌سپار نداری که یک کار کنی دولت را تحقیر کنی دولت برای تو
میدونیم که با چی کار مشغولی. تنها به سوادان از تو میترسند. کس روید روی صفحه. هیچ کار نمی آید. شما با ده برگردید. من دیلا رو گرفتم به نزد سینان میرم. سینان ابله حتی یک مراتب پسرم گیرت او را نگیرد بیچاره کامرو. او را با قبول کنی سینان
اوه خدیجه خدیجه اینها با کجا باید روم زازان؟ در موندن در کرکی نفتد. نسپاریده ایم. این سربازان بابایم را کشتن. باز دیگر چی گویم مادر؟ بیسرم خانه یک پیرمرد زندگی میکند. این کودک رو به او میدهید. گرداب زندگی تقدیم میکند. در یکی از دههای استانبول رو داشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد. برای برطرف کردن یاسمن امکی داشت که صاحب کار بود. با اهل اویله آنها از خوردی آشنا نبود. آنجا دعوتی بود. حادثه ای که در شب نشینی روی داد هیچ کس انتظار Sana söylüyorum. Kim yaptı? Abi
برگی نیست. در سین و سال میانه یک مرد با یک زن به درآمدگاه زود باشد رفیقان، جمع شوید میرویم. خسته نباشه. چند نفر می باشند؟ همه‌شان را از خود کن. او رو پروندم، قصدم آن را گرفتم. کردم خیلی پشیمانم. نه نمرده ای سینم، اما قریب که میمردی. با وجود داشتنی خداوند باوری دارم. سنان خدا را با دست گیر. تشکر دکتر.
سینان ما مجبور هستیم که تو رو به نقطه تی ببریم. نشانگه نگشته است. از همه کاری خوب او رو پراندن است. کیمه تجربه با خدا ما یگان گناه نداریم. ایستا دستانت را بالا بردار. روی تیفل رو کشا حاضر. اینها را با خودتون گفت ما گناه نداره. یگان گناه نداره. دلا میبخشی نباشد. از دستم چی می آید؟ چقدر آدمان بیگناه را حاضر رفت از او معلومات میگیریم تا با خود آمدنش 2 سرباز رو در نزدش نوبتدار میکنیم. نوبا وقتی که دخترم را چیتین پران. بس کن رئیس. یک مدت
است. شوند. چه خیلی که میخواهد جنابم؟ دهه آبی باز تنبلی میکنن بزنه وظیفه میدهم. تو مرا میشنویانه ابله اگر من آماده باشد به همه کار فهمتی کودک در همانجاست. میدانی چی کار میکنه؟ دستا پسی سر بسم الله میرویم راه گردید میرویم نه کشتم با خدا کشتم چخیل بر رویش نگاه میکنم نمیدونم انا گیر.
گوش میکنم سینون. خیلی کوشش کردم دیلا. تو را به هیچ کس نمیدادم. خوابی خوب کردی دیلا دکتر. سینان ببین کی را به نزدت آوردم. بله پسرم. شما خیلی پشیمان شدم. بیا پسرم بیا. ای پسرم. اینجا بیا.
پیلوتم رو شده است. برای از راه برگرداندنشان به نزدش رفته بودیم. بعد به ما گفت کنی به ما راه نشانده؟ از طرف دیگر میتوانید حمله کنید. برادر، اگر اجازه دهید من برای کمیسر خوراک آوردم. تویر چشون بود؟ یا بیداری که دیگه دروغای چه زدک ده بعدم دگونه هوتا میجا کن میگن ما بچه